4 سال دیگه ایران نیستم. سودم نمیاد. خیلی عجیبه که تو در 8 سالگیت همه این پروسه مردن یه نفر رو ببینی. بیا من رها آزادی، متولد 25 بهمن سال 85، متولد در یزد ولی اینجا الان تهرانه. رشته من نمایشه، کلاس 11 نمایش و من حدود 1.5 سال که اینجا تنها زندگی میکنم. این تنها که نه، با دوستام زندگی میکنم. حدود 3 ساله که نمایش کار میکنم، تئاتر کار میکنم. یه دونه تئاتر روی صحنه داشتم و بقیهش همش تجربه‌ای بوده که تا الان توی هنرستان کردم. خیلی آدم پرهیجانیم فکر میکنم. سلیطم میگن، یعنی من خودم یه قاعدتا نباید حرفا بزنم ولی میگن. کی بریم؟ 1 ساعت دیگه خوبه؟ خوشگله، بیا یکم دیر بریم، کار دارم. اتوبوس بیارتی داره تهران. نگران نباش. اینو دیروز یه از این اجرا خیابونیای موسیقی هست، از اینا یکی گذاشته بود، یه دونه جعبه جلوش توش یه عالمه نامه بود، بعد یه دونه‌شو برداشتم روش نوشتم. جعبه تو رو بده، جعبه منو نبده. من کلاس 9 که بودم یه اجرای عموم داشتم که اونجا تصمیم گرفتم که به جای اینکه برام وکالت بخونم، برام نمایش بخونم و نمایش نداشتی است. و بین کاشان و یزد و تبریز و اصفهان باید انتخاب میکردم. ولی خب اصفهان که قاعدتا یزد دومه و من نمیخواستم که برم یزد دوم، دوست داشتم یه جای جدید. هیچی دیگه تحقیق کردم و دیدم که یه سری شهرها داره که تهران از همش بهتر بود. اومدم تهران با دوستم که اونم توی اون اجرا بود. اونا اینجا خونه داشتن و قرار شد که بیایم اینجا. و وقتی اومدیم اینجا اولش مامانای دوستم بود ولی بعدش دیگه نبود، یعنی الانم که کلا تنهاییم و واقعا یکی از بهترین تصمیمایی بوده که تا حالا تو زندگیم گرفتم، چون که اینجا بودن هم یه تجربه خوبه، همین که همه آدما مثلا تو دانشگاه میرن مستقل زندگی میکنن ولی تو الان توی مثلا 16 سالگی داری زندگی میکنی. سودم نمیاد. الان دارم میرم خونه آریانا اینا واسه تمرین. باید کارگردانی کنم. نوشتم کامل ولی احساس میکنم که کامل نیست. یه متنی رو باید بنویسم و روش کارگردانی کنم و بر اساس تجربه بوده که سر یکی از کلاس‌ها انجامش داده بودم. تجربه 15 ثانیه‌ای دیدن هنرستان و راجع به اهمیت هنره، ولی فقط دیالوگا راجع به اهمیت هنره، در اصل راجع به اهمیت هنر نیست. کار جالبیه ولی واقعا چیز تجربه جدیدیه، چون که کارگردانی به این شکل حالا انجام ندادم، معمولا رو خودم بوده. یه فیلم فیلم کوتاه بود که کنار پارک دانشجو این همه آدم مثلا دارن رد میشن و من این شکلی برام وسط وای میستادم، دستام این شکلی و فقط باید به مستقیم اینجوری نگاه میکردم و یهو یکی نمیدونم آخه سنش نمیدونم بگم اینقدر قیافش عجیب بود، یه چیز انقدری که فکر اونجوری داد دست من رفت، من شکلی بودم و جالبش اینه که تو فیلمش خیلی خوب شد، خیلی و خیلی جالب شد. حتی یه روزمره داشتی فیلم برداری میکردی که واقعی بود و خیلی جالب بود. من خودم فکر میکنم مثلا اگه یه عدد حدودی بخوام بگم 4 سال دیگه ایران نیستم. آره مهاجرت کردم. کاری که احتمالاً دارم انجام میدم نوشتن، احتمالاً خیلی نوشتن دوست دارم ولی اصلا این شکلی نیستم که فقط باید بنویسم، یعنی می نویسم، کارگردانی میکنم، بازی میکنم، عروسکی کار میکنم، عروسک میسازم، همه کاری دوست دارم انجام بدم واقعا.
یه شاخه مشخص نداره، ولی مثلا چیزی که خیلی بیشتر دوست دارم اینه که بخونم و بنویسم. اوکی رها، تو خانوادت سنشون زیاده و داداشم که اینجاست، خواهرم که داره از ایران میره تا چند ماه دیگه و منم که قراره برم و مامانم اینو تنها میمونم و این یکی از بزرگترین چیزایی که خیلی ازش میترسم. با یه تفکر خیلی جالبی وارد فضایی شدم که پاشم بیام تهران زندگی کنم، ولی یهو اومدم تهران و همه وضعیتی که تصور کرده بودم به هم ریخت. اعتراضات شد، خودم حال روحیم بد شد، رابطم با دوستام قطع شد، با خانواده‌ام مثلا از هم دور بودیم و وارد مثلا اومده بودم با دوست صمیمی زندگی کنم و دوست صمیمم با اون چیزی که فکر می‌کردم خیلی فرق داشت و تو از هر نظر اینو جداش میرفت تو مخ من و مخ من داشت میترکید. من واقعا هیچ چیز جز این که یک چیز آرومی توی زندگیم باشه دوست ندارم، یعنی صرفا آروم، واقعا آروم. ایرانم نباشه لطفاً. چیزایی که خیلی دوستشون دارم ایران نیست. یعنی من دوست دارم که مثل اسمم رها آزادی رها باشم و نمیتونم اینجا باشم. یعنی وقتی که من دوست دارم وقتی دارم ایرپاد تو گوشم و دارم تنها راه میرم برقصم، ولی نمیتونم این کار رو انجام بدم و این خیلی واسم سخته، جدی میگم. اگه دوربین دستم باشه چی رو فیلم برداری میکنم؟ یکی اینکه واکنشی که آدما نسبت به آهنگ نشون میدم خیلی واسم جالبه. مثلا خودم بخوام شروع کنم، علی عظیمی وقتی گوش میدم یه سری آهنگاش اینجوریم که وای واقعا تا پوست و گوشتم وارد میشه و خیلی حس خوبی بهم دست میده و دوست دارم یه جوری باشه که بتونم یه اینجور چیزی رو ثبت کنم. نگه میشه یه نفر 1.5 سال تهران باشه ولی یه جای به خصوص زندگیش نداشته، دارم بد زندگی میکنم. بیا یه چیزی که راجع به منه، یعنی چیز خیلی تلخی هم هست، اینه که من وقتی که 8 سالم بود مامانم که 90 خورده سالشون بود، مثلا فکر کنین که من این صندلیه یک صندلی که خیلی بزرگه و من اینقدرم چون الانم خیلی کوچولوام و من نشسته بودم پشت این داشتم بازی میکردم. یهو نمیدونم چی شد، یکی از فامیلام اومد و انگولک کردیم مامان بزرگ منو که مثلا ببینه حالش خوبه یا نه، دید که هیچ علائم حیاتی نداره و من همینجوری پشت بودم و بعد خیلی مامان بزرگم انگار مثلا هیچ علائم حیاتی نداشت و بعدش یادم که آمبولانس اومد و فکر کنید هم پروسه مثلا یه نیم ساعته رو انقدر همه اعصابشون خورده هیچ کس نگاه نکرد رها کجاست. من دیدم که آمبولانس اومد، مامان بزرگم شوک داد و مامان بزرگم مرد و همونجا اینو کشیدن روش و الان که دارم تعریف میکنم خیلی چیز عجیبیه، چون که خیلی عجیبه که تو در 8 سالگیت همه این پروسه مردن یه نفر رو ببینی و که فکر کنم بدترین چیزایی که زندگیم تجربه کردم همینه. چون مامان بزرگم خیلی آدم گوگلی، ولی بگردم من باش تنگ شده واقعا. اینم هیچ تلخی راجع به منه.